مردم رو خونه نشین کنه. اما این گولیه که از شیشه بیرون اومده و دیگه نمیشه تو شیشش کرد. قبل از اینکه تظاهرات رو شروع کنیم، قبل از اینکه مثل همیشه راجع به جنایات بیشمار جمهوری اسلامی صحبت کنیم، به اطلاعتون میرسونم این میکروفون انقلاب، میکروفون خود شماست. این تریبونی است برای اظهار نظر، برای هر گفتگویی که شما لازم میدونید. این دوستمون که اینجاست اسامی رو یادداشت میکنه. اگه میخواین شما صحبت کنین، وقت بگیرین، لطفاً به ایشون مراجعه کنین. معمولاً اینجوری بوده که ما تظاهراتمون رو با انگی که بر تظاهراتمون میخوره شروع میکنیم. همه ارزش و اعتبار این تظاهرات در یک کلمه خلاصه میشه، در یک شعار، و اون سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینجا صف کسانی است که برای سرنگونی جمهوری اسلامی به میدون میان و 20 روز دنیا رو، جهان رو متوجه خودشون کردن. همتون با هم نهضت اسلامیسtka terrorregimen i Iran. نهضت اسلامیسtka terrorregimen i Iran. یکی از حرکاتی که